رمضان درس. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز که در ماه ذوالحجه قرار داریم و الکی روز دوم است که ماه ذوالحجه مهمان ما و شما هست، استثناءً قرار کردیم که همراه شمایان درباره فضیلت دهه ذوالحجه صحبت داشته باشیم تا که شمایان نیز عزیزان از ثواب این روزهای مبارک، روزهایی که در نزد اکثر علما بهترین روزهای سال قرار دارد و بهترین روزهای سال شماریده می شود و حتی از دهه آخر ماه رمضان هم این روزها اجر و ثواب عملها زیادتر است. شما نیز از این ثوابها بهره مند باشید و خودی همین روزها را غنیمت دانید. چگونه که گفتیم در برنامه ترازوی عمل اساساً باید برنامه ها درباره فقه های مستجد و یا احکام هایی که در زمان حاضره قرار دارد و اکثریت از آن بخبر هستند برنامه می بردیم، ولی امروز همراه شمایان درباره فضیلت دهه ذوالحجه با هم صحبت خواهیم کرد و چگونه که گفتیم فضل این روزها و این علل خصوص 10 روز اول ذوالحجه آنقدر بالا هست که در این باره خود الله نیز در قرآن با همین روزها قسم خورده است. الله در سوره فجر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر میگوید. قسم به فجر و بعضی از علما میگویند فجر این سحری روز عید می باشد و لیال عشر این شبهای 10 گانه و همین 10 روز ذوالحجه می باشد که هم شبهای آن هم روزهای آن با برکت می باشند و شفع و الوتر در این باره خیلی از قولها آمده است. بعضی از قولها حتی در آن است که و شفع و الوتر این 9 روز روز عرفه و 10 روز روز عید یا عید اضحی می باشد. درباره خود عملهای صالح در این باره اگر صحبت کنیم خیلی عملهای زیادی هست که اگر کردیم به کرات اجرش زیاد است، ولی بیایید اول به حدیث های نگاه کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه و درباره این ماه چی ها گفتند. البته که آیت دیگر هم در سوره حج هست که الله میگوید لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات، تا اینکه به حج روند مسلمان ها و آن چیزی که برای آنها فایده می آورد هم در دنیا هم در آخرت شاهد شوند و البته که پروردگارشان را در این روزهای معلوم و معین که در نزد جمهور علما 10 روز ذوالحجه می باشد یاد کنند. و چگونه که گفتیم این 10 روز ذوالحجه را همچون رفتن به حج و مناسک حج میشناسند که اساساً ماهی رفتن به حج و تمام موسم حج در همین ذوالحجه قرار دارد، ولی رحمت و پروردگار در این است که این روزها هر کسی که به حج نمی رود حتی می تواند صاحب اجر زیاد شود و این یکی از فضیلت این ماه هست و برکت خود همین ماه هست که با یک عملهای کوچک ما صاحب اجر و ثواب زیاد می شویم و از لطف و کرم پروردگار در آن است که مایان می توانیم در خود بعضی از روزهای معین در وقتهای معین صاحب اجر زیاد شویم. مثلا ماه مبارک رمضان بالای دیگر ماهها فضیلت دارد و این چنین روز جمعه بالای دیگر روزها فضیلت دارد که در آن ساعتی هست که تمام دعاها اجابت می شود و انا همین دهه ذوالحجه بین تمام روزهای سال برتری دارد و این چنین روز عرفه که کمی بعد درباره‌اش حدیث را ذکر می کنیم و درباره خود همین روزهای ذوالحجه حدیث در بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های سنن هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما من ایام العمل الصالح فیه افضل عند الله، و وقتی که سوال میکنند که مگر یگان عمل
نیست که مثل این روزها با برکت باشد و حتی جهاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آره حتی جهاد هم مثل عملهای صالح این روز با برکت و اجرش زیادتر نیست و مگر اینکه انسان با مالش و با جانش از خانه براید و هم جان و هم مال خود را از دست دهد. پس بیاید این روزها رو، این وقتی که الان در داخلش قرار داریم، از همین لحظه در آمدنش که الکی دیروز در آمده بود غنیمت دانیم. و چه خیلی که گفتیم در حدیث های زیاد درباره بهترین روزهای سال بودن این روزها پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر میدهند و اکثریت علما در آن هستند که حتی روزهای ماه رمضان هم مثل این 10 روز ذوالحجه اجر و ثواب زیاد ندارد، برای آن که در رمضان فقط مایان روزه میگیریم، اما در این ماه ذوالحجه یک چند عبادت با هم جمع میشوند. عبادت حج کردن، عبادت قربانی کردن به خاطر الله، خونریزانیدن و البته نماز و روزه، یک چند امهات العبادت یا عبادت های اصلی که در این روزها جمع می شود. این روزها در نزد اکثریت علما بهترین روزها در تمام سال می باشند و افضل ایام دنیا ایام العشر گویان حدیث دیگری پیامبر است که بهترین روزهای دنیا در کل سال این 10 روز ذوالحجه می باشد. و یکی از افضلیت این روز در آن است که در همین 10 ذوالحجه که 10 روزش الکی روز عید است و در آن روز روزه گرفتن حرام است، روزی عرفه وجود دارد. روز عرفه که درباره‌اش یک چند حدیث است، از جمله حدیثی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در بیهقی هست و این چنین در در موطأ امام مالک آمده است. در همین روز عرفه شیطان خیلی خور و زار و کوچک و حقیر می نماید و وقتی سوال داده می شود که مثلا چگونه در این روز آنقدر شیطان حقیر نمودار می شود، جواب در آن است که برای آن که امروز یعنی روز عرفه از روزهایی هست که پروردگار اکثریتی یا ببخشید از همه زیاد در این روز گناههای بندهانش را مغفرت میکند و آنها را داخل جنت میکند. یعنی اکثریت نفرانی که توبه میکنند و آنهایی که صادقانه به پروردگار برمیگردند، در این روز الله گناههای آنها را میبخشد. و خود روز عرفه که در همین 10 ذوالحجه قرار دارد و 9 روز ذوالحجه روز عرفه میباشد، در صحیح مسلم آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و سنه التي بعده. روز عرفه رو من چنان حساب میکنم یا چنان امید دارم که 1 سال پیشتر گناه ها را و 1 سال آینده را همه اش را کفاره کند. یعنی وقتی که شما روزه عرفه رو روزه گرفتید صادقانه خالصانه به خاطر الله، به یگان ریا، به یگان خودنمایی، به یگان اینکه مردم بدانند که من عرفه رو روزه میگیرم، این روزه شما سبب می شود که تمام 1 ساله گناه های پیشتر کرده شما و این چونین 1 سال آینده گناه های شما همه اش کفارت شود. یعنی که تمام آن گناه ها را این روزه از بین می برد. و عجیبش درباره همین روز عرفه که گفتیم در همین 10 ذوالحجه قرار دارد، حدیث دیگر است که حدیث در ابن حبان آمدگی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بهترین روزهای دنیا در نزد الله این 10 ذوالحجه می باشد و در این 10 ذوالحجه روزی هست، روز عرفه، که پروردگار چگونه که به ذات خودش لایق است و عقل ما به آن فرا نمیگیرد و آسمان دنیا نازل می شود و به مردمی که در عرفه ایستادن، البته حاجیان، نگاه کرده به فرشته ها فخر کرده میگوید انا اینها را ببینید. مردمی که اینجا آمدن همه‌شان پر از چنگ و غبار هستند، مویهایشان ژولیده است، در گرمی آفتاب هستند و فقط به خاطر یافتن رحمت پروردگارشان آمدن. آنها اینجا آمدن تا اینکه من آنها را به رحمتم قرار گیرم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث میگویند این روزی هست که
هیچ روز مثل این روز پروردگار بنده هایش را از عذاب دوزخ نجات نمیدهد. برای همین خودی یکی از فضیلت های خیلی بالای دهه ذوالحجه این بودن روز عرفه در این روز می باشد و خودی روز عرفه و بقیه عموما روزهای ذوالحجه وقتی هست که ما باید خیلی زیاد دعا کنیم برای آنکه فرصتی اجابت شوی دعا می باشد. خیلی که در حدیث ترمذی آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الدعاء دعاء یوم عرفه و خیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. بهترین دعا این دعای روز عرفه هست و بهترین دعایی که من و دیگر پیامبران در این روز میگوییم این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر می باشد. پس وقتی که روز عرفه آمد و در آن روز روزه گرفتیم با امید آن که گناه 2 ساله ما همش کفاره شود، در آن روز باید خیلی زیاد دعا هم کنیم و علل خصوص همین دعایی که پیامبر خودشون به ما آموختند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و وقتی میگویم دهه ذوالحجه، دهم روز ذوالحجه، این روز عید می باشد که انشالله با هم در روز 20 جشن خواهیم گرفت. یکی از بزرگترین عیدهای مسلمان ها که یک روز نه بلکه 4 روز دوام می دهد و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر. بزرگترین روز در نزد پروردگار این روز نحر است، روز عید قربان است که در آن روز ما می توانیم قربانی های خود را به درگاه پروردگار پیشکش کنیم و در خود روز نحر هم وقتی اجابت دعا هست، وقتی ذکر پروردگار است و در حدیث دیگر آمده است که این روز شما باید زیاد ذکر پروردگار کنید و روز خوردن و نوشیدن است و روزه گرفتن در همین عید قربان در روز عید حرام است، مگر اینکه سنت این است که هر کسی که قربانی میکند چیزی نمیخورد و به نماز عید میرود. پس از نماز عید برگشتن اول شده از گوشت قربانی خود تناول میکند، یعنی روزه که تقریبا 3-4 ساعت دوام میکند که الکی بعد از شروق یعنی آفتاب برآمدن مردم قربانی های خود را به درگاه پروردگار ذبح میکنند. و اگر به خودی حدیث نگاه کنیم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ روزی نیست که اونقدر عملهای صالح در نزد پروردگار محبوب تر باشد. اگر دیدید اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم عملهای صالح گویان عامتاً کلمه عمل صالح را آوردن و در نزد علمای ما معنای عمل صالح این است که یک کاری که الله دوست می‌دارد آن را انجام دادن، یعنی هر چیزی که الله آن را دوست می‌دارد و راضی است آن را عمل صالح میگویند که الکی قلب انسان هم با برابر عمل صالح کردن مطمئن میشود، برعکس گناه که محک فی نفسک انسان برابر گناه کردن قلبش ناآرام میشود و دوست نمی‌دارد که مردم از آن آگاه شوند. و وقتی گفتیم عمل‌های صالح را در این روزها باید زیاد انجام دهیم و در بعضی از حدیث ها آمده است که هر یک عمل صالح تا 700 مراتب زیاد در این روزها اجر دارد. بیاید شروع میکنیم به نامبر کردن بعضی عمل ها که در همین روزها باید انجام داده شود. اول شده حج و عمره می باشد یا حج و عمره می باشد که هر نفری که به حج و عمره رفته است از اجر و ثواب آن برخوردار می شود و عمره تا عمره و خود حج که مبرور است در آن یگان گناه نیست، ریاء نیست و خاصتا برای الله شده است، انسان را تمام گناهایش را کفاره می کند. و عمل دیگر این روزه داشتن در این روزها می باشد. البته که روزی عرفه یک روزه خاصی هست که حتما آن روزه را انسان برای تمام اجر یعنی کفاره 2 سال را گرفتن باید دارد، اگرچه نگرفت گناهگار شد نمیگویم، ولیکن آنقدر اجر و ثواب در روزه عرفه است که هر کسی که آن را از دست داد از اجر زیاد محروم می شود. ولیکن بقیه این روزها 9 روزه که هست از 1 ذوالحجه شروع کرده تا همان سحری روز عید که 9 روز است، روزه گرفتن البته که اجر خود را دارد و عمل صالح حسابیده می شود.
برای آنکه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن عملهای صالح اجر دارد، البته روزه هم به این داخل می شود که از عملهای صالح خیلی از به چشم نمایان روزه می باشد. و در بعضی از حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین 10 روز ذوالحجه را همیشه روزه می گرفتن. و عمل دیگر این نماز می باشد. همیشه می دانیم که خود نماز در اسلام جایگاه خود را دارد و حتی برای تاریک نماز تو موضوعهایی که خیلی جدی هست و انسان را به گناه کبیره میبرد حدیث ها زیاد است. و هر نماز نافله که در این روزها خوانده می شود و علل خصوص قیام اللیل یا خود نماز تهجد که در این شبها خوانده می شود، اجرش به مراتب از نمازهایی که در دیگر شبها خوانده می شود بالاتر می باشد. برای همین برابر روزه گرفتن نفر مسلمان حتما باید از نمازهای نافله هم محروم نگردد. و البته که ذکر پروردگار، تکبیر گفتن، تحمید گفتن و تحلیل گفتن، یعنی الله اکبر گفتن، الحمدلله گفتن و لا اله الا الله گفتن، که در این باره مخصوص حدیث در مسند امام احمد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این روزها بهترین روزها در نزد پروردگار است، دوست داشته ترین روزها در نزد پروردگار است. فاکثروا فیهن من التحلیل و التکبیر و التحمید. پس زیاد در این روزها شما الله اکبر گوید، لا اله الا الله گوید، الحمدلله گوید. و در خود صحیح بخاری هم حدیث یا خود معلق از خود صحابه ها آمده است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه و این چنین عبدالله پسر عمر در همین روزهای دهگانه و بازارها حتی می برآمدند و به مردم می گفتند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر. زیاد با آواز بلند ذکر میکردند که تا مردم این را هم بگویند و بزرگی این روزها را با ذکر پروردگار پیشواز گیرند و از اجر و ثواب آن یگان لحظه محروم نگردن. و برابر روزه گرفتن و نماز خواندن ذکر زیاد کردن، علل خصوص همین سه ذکری که درباره اش حدیث ثابت آمدگی هست که پیامبر همین را کنید میگویند. بهترش این که هر لحظه که زبان ما خاموش است یا اینکه به جای دیگر بیهودگویی ها که اکثریت عادت کردند و بیهودگویی درباره زندگی مردم صحبت کردن، درباره موضوعایی که عموما به آنها رابطه ندارد صحبت کردن، بهترش این روزها که ایام المعلومات است، روزهای معلومی معینی خیلی زود گذر است، با همین ذکرها بنده مسلمان باید سپری کند. و البته صدقه که هرگز برابر دیگر عملها نه، یعنی اجر صدقه، مکانت صدقه چی به خویش و تبار باشد که اجر آن باز زیادتر است، چی به بیگانه باشد چی به همسایه باشد، در این روزها باید مکانت خود را در زندگی ما داشته باشد. البته که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کس را پروردگار از شرایطش بالاتر به چیزی امر نمی کند. وقتی شرایطی کم داریم از کمترین چیز، وقتی شرایطی درست داریم از متوسط یا از مابین گرفته باید در این روزها صدقه کنیم، برای آنکه به عملهای صالح همیشه خود صدقه هم داخل می شود. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. پروردگار میگوید ای آنهایی که ایمان آوردید، از آن چیزی که برای شما ما رزق دادیم شما نفقه کنید، صدقه دهید. از مثلا کمترین چیز، از میوه‌جاتی که در باغتان دارید، از سبزواتی که در باغتان دارید، از کمترین پولی که در دستتان دارید، یک مقداری معینش را گرفته در این روزها صدقه کنید. و البته که خیر کردن به خویش و تبار بالاتر و افضلتر است از خیر کردن به بیگانه. خیر کردن به نفرانی صالح بالاتر است از نفرانی که صالح نیستند. در اینجا باید موضع خیر کردن یا بکی خیر کردن رو هم دانیم و به آنها در این روزها کمک کرده باشیم. و گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم عملهای صالح گفتن و وقتی گفتیم عمل صالح از نماز و از روزه و از صدقه و اینها رو که بیان کردیم، البته که نیکی کردن به خویش و تبار، صله رحم رو برقرار کردن، البته که به پدر و مادر خود کمک کردن، از آنها احوال پرسی کردن. در روز عید که خواه و نخواه همدیگر را مبارکباد میگوییم، اما همین روزها که
که هر یک ثواب به مراتب تا 700 درجه بالا می شود، حتما باید این رو هم غنیمت دانیم و از دعای پدر و مادر خود محروم نباشیم، از نیک کردن به آنها، با کوچکترین صدقه باشد هم، با کوچکترین کلام باشد هم، حتی با یک زنگ تلفنی باشد و اگر مبادا مشکلی بین ما و خویش و تبار سرزده باشد، با یک عذرخواهی یا اینکه همدیگر را حلال کردن که دیگر این روزها روزهای مبارک است، بیایید از تمام کینه و عداوت ها دست کشیم و با هم یکتا شویم، صله رحم را قوی کنیم. گفتن می توانیم اجر زیادی هم در این برقرار کردن رابطه های خویش و تباری به دست آوریم. و وقتی که میگوییم خویش و تبار، اول شده پدر و مادر ما میستند، سپس خواهر و برادر و البته تقا و خاله و هر کسی که با ما رشته خویش و تباری دارد و دیگر عملهایی که حتی یک تبسم کردن به چهره برادر مسلمان، یک کمک عادی کردن در یگان کارهایی که یک برادر مسلمان از ما میخواهد و یا اینکه کمک کردن در خود مشورت دادن و مصلحت دادن، تمام این عملها عمل صالح است که الله اینها را دوست می‌دارد و برایش اجر و ثواب و پاداش جدا هست. پس این روزهایی هست که انسان یا خود برای انسان یک فرصت دیگر داده می شود تا اینکه خودش را اصلاح کند و در یک سال یک چند همین روزهای معین هست. مثلا روزه دهه عاشورا که در ماه محرم پس از الکه یک ماه داخل می آید و این چنین ماه مبارک رمضان و علل خصوص همین روزها دهه ذوالحجه. عزیزان، این روزها برای یکایک ما و شما روزهایی هست که ما شانس داریم یا خود فرصت داریم خود را تغییر دهیم و ما فرصت داریم که توبه نصوح کنیم. مشکلی هایی که داریم در این روزها با دعا کردن که دعاها خیلی اجابت است، علل خصوص در روز عرفه که پروردگار به آسمان دنیا می آید، در این روزها باید با دعای زیاد تمامی آن مشکلی هایی که داریم از پروردگار حل آن را طلب کنیم. و گفتیم علل خصوص عمل صالح، و وقتی میگویم عمل صالح یگانه با کردن نه، عمل صالح به دو تقسیم می شود. قسمی که انسان با قلبش انجام می دهد و قسمی که انسان با زبانش، با دست و پایش و عموما با اعضای بدنش آن را انجام می دهد. و عملهای صالح قلب، وقتی انسان عملها را با قلبش اجرا کرد، خواه و ناخواه در چهره او، در زبان او، در دست و پای او آن عملها ظاهر می شود. لیکن انسان وقتی فقط عمل را با دست و پا انجام داد و قلبش از آن عمل بیخبر است و یا غافل است برای آنکه آن عمل را به خاطر ریا انجام داده بود، هرگز در این وقت ما در آن انسان صلاحیت را تماما تا آخر عمرش دیده نمیتوانیم. برای همین نفرانی که برای ریا کار میکنند، خواه و ناخواه یک روز ریای آنها برملا می شود و خواه و ناخواه یک روز رسوا می شوند. اما آنهایی که خالصانه عمل میکنند و عمل آنها اولا از قلبشان خارج می شود و سپس در دست و پا و دهان و یعنی عموما در جسم اینها دیده می شود، این انسان ها حتی پس از مرگ باشد هم در نزد مردم عیان می شوند که انسان های خالص بودند و این عدل پروردگار است که خود مردم شهادت می دهند که انا این انسان انسانی صالح بود. برای همین وقتی می گویم عمل های صالح، از قلب خود هم نباید غافل مانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم بل ينظر الى قلوبكم. پروردگار به صورت‌های خوشروی شما، به جسم‌های شما هرگز نگاه نمی‌کند. پروردگار به قلب‌های شما نگاه می‌کند، می‌بیند که در قلب‌های شما چی می‌گذرد. برای همین برابری عمل‌های صدقه و روزه و نماز و اینها رو انجام دادن که اساساً با جسم انجام داده می‌شود، قلب خود را هم باید با عمل‌های صالح، با نیت‌های نیک، با دور کردن از تمامی بیماری‌های قلب که اول شده کبر و تکبری و بعد از این ریاکاری، بعد از این بدخواهی به دیگران و تمامی مریضی های دیگر است، باید هر یک مسلمان در این روزها قلب خودش را هم از این بیماری ها پاک کند و قلب خودش را هم با عمل صالح پر کند. و عمل های صالح قلبی هم در نزد پروردگار
منزلتی بالا دارد، از جمله خاکساری، از جمله نیکی خواستن به دیگران، دعای نیک کردن، نیتی نیک کردن که الکی خود نیت هایی که در قلب ما هست برایش ما اجر میگیریم. برای همین بیایید ببینیم که آیا عمل های صالحی که میکنیم فقط با دست و پای ما میشود یا اینکه با قلب خود هم عمل کرده ایستادیم. و چه طوری که گفتیم هر نفری که میگوید من دلم خیلی پاک است لیکن اگرچه نماز نمیخونم، اگرچه بعضی ها رو غیبت میکنم، اگرچه بعضی ها رو از رویشان میگیرم، یعنی با بعضی ها مناسبتی بد دارم، باور کنید چنین گپ وجود ندارد. اونی که قلبش پاک است زبانش هم پاک میشود. اونی که قلبش پاک است دست و پایش هم پاک میشود، با دست و پایش هم همیشه خیر میکند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الا این فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. بدانید یا خود آگاه باشید که در جسم شما مضغه هست، گوشت پاره هست. اگر همان گوشت پاره اصلاح شود کل جسم شما هم اصلاح می شود. اگر قلب شما اصلاح شد زبان شما فقط سخنهای با صلاح را می گوید، غیبت و بدگویی و حقارت و دشنام و بیهودگویی نمی کند. دست و پای شما به دزدی و به ظلم و به بدرفتاری نمی رود. یعنی کلن جسم شما همش اصلاح می شود. و هر کسی که می گوید قلب پاک دارم اما بد زبان هستم، قلب پاک دارم اما مردم آزار هستم، بدانید که این دروغ محض است و این انسان عملهای قلبی را انجام نداده است و قلبش فساد است. برعکس اینکه نفری که در حقیقت قلب پاک دارد او خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تمام بدن او اصلاح است، زبان او به جز آن چیزی که الله راضی است آن را نمیگوید، دست و پای او به جز آن کاری که الله راضی است آن را نمیکند، که هر چیزی که الله راضی است مردم هم از آن خواه و نخواه با آن طبیعت آفریده شده شان راضی میشوند و آن انسان را قبول خود میکنند. برای همین وقتی میبینیم که بعضی ها خیلی در عملهای صالح زیاد دوادوی میکنن اما در یک نکته های عادی ترین با تکبری خود، با بدزبانی خود یا با کارهای دیگری خود یک و یک باره تمام عملهای خود را برباد میدهند، اینجا باید بدونیم که قلب در اینجا در غفلت است. این انسان با جسم و بدن و با قرائت قرآن و کارهای دیگر خیلی کوشش کرد اما از قلب خود غافل ماند که این گونه به یک فساد غوطید. برای همین برای عملهای صالح ما مکمل شدن و یک دیگریش را پر کردن نباید قلب ما از عملهایی که انجام میدهیم غافل بماند و با حضور قلب باشد. هر کاری که میکنیم و چی از خود عملهای صدقه باشد که با دست میدهیم و یا اینکه عملهایی که مثلا خودمان تنها به پروردگار نماز شب میخونیم و یا روزه‌ای که فقط خودمان میدونیم و پروردگار میدوند، با قلب خود هم روزه‌دار باشیم، با قلب خود هم در نماز حضور داشته باشیم، با قلب خود هم برابری دادن صدقات فقط از پروردگار ما اجر آن را طلب کرده باشیم. و این دو عملهای قلبی و عملهای جوارح یا خود عملهایی که با جسم انجام می شوند در این روزهای مبارک که دهه ذوالحجه می باشد از دیگر روزها هم اجرشان زیادتر است، هم مرتبه اشان زیادتر است و هم انسان این فرصت ها را وقتی غنیمت می داند به جایگاه می رسد که در دیگر روزهای سال رسیده نمی تواند. و خوش به حال نفرانی که در همین روزها به فضیلت دهه ذوالحجه وقتهای خود را غنیمت میدونند، ساعتهایی که در یوتیوب میگذرانیدن، ساعتهایی که در جنگ و جنجالهای اینترنتی میگذرانیدن که الان برابر اینکه از اینترنت خیلی معلومات میگیریم یک میدان جنگ هم در اینترنت هست که مردم بعضی از بدزبانی های خود را یا کلا کی بودن خود را در اینترنت نشان میدهند، البته با نام های مستعار، با شکل های مستعار که آنها را کسی نشناسد. خوشا به حال نفرانی که همه این کشمکشی های اینترنت را یکسو میگذارند، از این ویدیو رولک به ویدیو رولک دیگر گذاشتن را یکسو میگذارند و عموما با
شناسهای خود، دوست و نزدیکان خود ساعتهای دراز سخنهای بیهوده گفتن را کنار میگذارند و این دهه ذوالحجه را یک آغاز برای تغییر دادن خود، البته تغییر دادن قلب خود که اگر تغییر یافت کلا جسم انسان تغییر مییابد، برای خود میگویند این دهه من تا همین رسیدن اید خودم را تغییر میدهم و در همین روزها مثل پیشتره به بیهوده گفتن، بیهوده دیدن، بیهوده شنیدن، بیهوده مشغول شدن به کارهایی که نه به دنیای من نه به دین من فایده میدهد دیگر دست نمیزنم و به عبادت پروردگار، که وقتی عبادت میگویم چگونه که گفتیم فقط نماز خواندن و روزه گرفتن و به دست قرآن کریم گرفتن نه، وقتی عبادت میگویم هر عملی که آن عمل را الله دوست می‌دارد، تبسم کردن به چهره برادر، کمک کردن به یک برادر و این چنین نیکی کردن، خواه در زیارت بیمار باشد، خواه در زیارت های عادی باشد، خواه درست کردن خانه ویرانه یک خواهر یا برادر مسلمان، خواه به یک فرزند بیمار خواهر و برادر مسلمان کمک کردن، همه اینها عبادت می شود. همه این عبادت ها عمل های صالحی که انسان می کند و قلبش هم دیگر پر از فرح می شود و یک بار خودش را دیگرگون حس می کند که این صفت مؤمنان است، برابر عمل صالح را انجام دادن قلب های آنها مثل باغ و لاله‌زار دیگر پر از فرح می شود. اینها همش عبادت است که در همین دهه ذوالحجه انسان باید غنیمت داند و چگونه که گفتیم آغاز باشد برای قلب های غافل، آغاز باشد برای نفرانی که از عبادت پروردگار در غفلت هستند، از آن چیزی که برای خودشان و برای عائله‌شان، برای آینده‌شان، عموما برای دین و دنیاشان فایده می آورد، از آن در غفلت هستند. انا در این روزها برای خود این روزها را یک آغاز تغییرات در قلب خود، تغییرات در زندگی خود قرار دهند و عزیزان این را باید بدانیم که تا اینکه انسان خودش تغییر نمییابد، عائله او، مناسبت دیگران با او تغییر نمییابد و تا دمی که هر یک انسان اصلاح نمی شود، جامعه ما اصلاح نمی شود. هر چی میگویند هم، هر چی میکنند هم، هر تغییرات باید از یک و یک ما و شما شروع شود که تغییرات قلبی است، دور شدن از بیماری های قلبی است و اینجا نمیتوانیم مثال بیاریم که فلانی را پس چه میگوید، فلانی را پس چه میگوید. فلانی و فلانی زندگی خودش را دارد و هر یک ما و شما کار خودمان را داریم و کل نفس بما کسبت رهینه، هر یک کس به کارهای خودش کرده در گرو عملهای خودش هست. بیایید این روزها را تغییرات برای خود قرار دهیم، تغییرات برای قلب خود قرار دهیم و این فرصت را که و لیالین عشر هست، شبهای دهگانه هست همراه روزش که بهترین روزهای سال علل اطلاق است، برای خود و برای جامعه خود یک روزهای پر از تغییر، پر از برکت و پر از کمک کردن به دیگران قرار دهیم و البته چگونه که گفتیم این روزها وقتی به پایان میرسد، در ما آخرین روزها روزهای عید است که الکی درباره عید و عموما مهاجران عید را چگونه میگذرانند و عید امسال چگونه هست و مایان که الان اکثریت مسلمان ها علل خصوص نفرانی که دیگر حق خود را طلب میکنند از این کشور به آن کشور آواره هستیم، عده در اروپا، عده در خود آسیا، عده در کشورهای دیگر. این مسلمان های مهاجر که خواهر و برادران تاجیک ما هستند چگونه عید را پیشواز میگیرند و این عید برای مایان چی ها آورد. به اذن الله در روز جمعه که خیلی نزدیک به روز عید است در برنامه آستانه در این باره با هم صحبت میکنیم. اینجا باشد برنامه امروزه ترازوی عمل را به پایان میرسانم و از پروردگار امید دارم که این روزها روزهای مبارکی سال را و علل اطلاق بهترین روزها در روزهای سال را یک ما و شما ببخشید غنیمت گیریم و این روزها را برای اصلاح قلب خود، اصلاح جسم خود و البته که به خاطر رضایت پروردگار قدم نهیم و به آن عمل کنیم و امید آن که در روزهای عرفه دعای یک شما اجابت باشد و این روزها هر عملی که میکنید مقبول درگاه پروردگار گردد. شما آن را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.